هیچگاه شما با اون مردم بسیار معامله خوب کنید، با اون مردم بسیار حرمتشون کنید، بسیار حرمتشون کنید. دیدین سلامشون تی، با همون لفظی خودش سلامش بته. اول پرسیش که در همسایگی ها تان باشد بسیاری تاجیکای ما خانداراش دستاتان میرسه، اون مردم بسیارش کمبغلن، دستگیریشون کنین. خواب پولی باشه، خواه یگان موادای خوراکه باشه، شما در ملک همونایی، در وطن همونایی. گفتی همین تاجیکای ما در نان یوا شما شریک شدگی، برای همین حرمت کنین. انشاءالله حرمت شما با محبت بین همین دو ملت زیاد میکنه. خب سوال دیگر، وقتی با مردمی غیر مسلمان ضرر میرسانیم روز قیامت حق دعوا کردن دارن یا نه؟ یعنی مردمی غیر مسلمان وقتی ما ضرر میتیم، اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید، کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. یعنی مردمی غیر مسلمان وقتی ما ضرر میتیم البته حق دعوا دارن. یعنی خدای مهربان از ثواب ما کم میکنه، از اجرهای ما کم میکنه، برای آن که ما مردم غیر مسلمان. یکی از پیشرفت کردن در اسلام هم با غیر مسلمان مناسبت خوب داشتن. تو برای آنه که مردم غیر مسلمان اسلامی تر قبول کنن، تو باید با او آزار نتی، باید حرمت کنی، به قدرش برسی. ولی بعضی ابله ها و بعضی احمقا با فتوا هم براوردگی هستند که اونا مسلمان نیستن، مالی او را بزنین، مالی او را بخورین، خودشونا بکشین. کسی این گپا را میگه برادرای عزیز، یکمش اینها قبول نیست، دویمش که هیچگاه این سفسطه ها را قبول نداشته باشین. شما کسی را هم کشتین هم در خون او شما البته جوابگرین. و حال همه مردم ها ببینید که حال همه مردم ها تباه میکنین با این خصلت ها و با این رفتارات ها. خب دیگر سوال، زادروز را در اسلام قید کردن چی حکم دارد؟ اگه در اسلام زادروز قید کردن نیست برادر عزیز. یعنی من روزی که تولد شدم همون روز قید کنم، از نگاه دین این بدین بگیم یگان ارتباط نداره. ولی فقط اینا در عادتهای امروزه، در عرفهای امروزه هست که روزی تولد یا خود ما یا از خانم ما یا ای فرزندان ما قید میکنم، ولی با دین ارتباط نداره. ایرا در دین نسبت نتین. اسلام هیچگاه ما و شما را برای قید کردن زادروز یگان امر سپارش دادگی نیست. دیگر، دزدی در اسلام چه حکم دارد؟ خواهش میکنم با حدیث ها پرتر فهمونید. شما سوره مائده را بینین، و سارق و سارقت فقطعوا ایدیهما، یعنی سوره مائده آیت 38 را بینین برادرای عزیز. یعنی دزدی خیلی عمل زشته، خیلی عملی بده. از همین لحاظ هست که دزد در شریعت در سوره مائده آیت 38 یعنی حکمش بریدن دست شبی. اکو حکم خداوندی را بین که وقتی یک یا دو یا 10 دزد را دستش میبرند در نزد عامه مردم، یک جامعه کلان از خطر اینها در امان میمانند.
برای همین جزای بسیار وزبین معین شدگی است که یکمش آدم بگیم از همه عضوی که برای او بسیار مهم و درکار هم دست شد. برای همین برادرای عزیز این خیلی گناه وزنی هست که خداوند حکم مثال با بریدن دستی وای میکنه. و البته دزد در حدیث ها وقتی من خواندم لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیامبرمون میگه وقتی که آدمی که زنا میکند با وی گمان میکند که وی مؤمن است، یا آدمی که هرگاهی که دزدی میکنه او گمانش همینه که وی مؤمن است، یعنی میگه این گمان نکن. زمانی که تو دست به دزدی میزنی، دست به مال یک آدم بیگانه میزنی یا خودی میزنی، تو در او زمان مؤمن نیستی، تو در او زمان یعنی مسلمان نیستی. برای همین این هم بسیار یک خصلتی بده، بسیار یک خصلتی رذیله. بسیاری از زندگی ها برادر عزیز امروز من میبینم بسیارش میگن که وقتی زن ما نمیاریم خانه، یعنی تهمت نه، اگر بعضیاش تهمت هم کنن ممکنه، ولی بعضی هاش بگیم با فکتا و با حجت ها معین میکنن که خانه میاد مقصد دست به دزدی میزنن. حتی به سبب بعضی زندگی ویران شدناشون حساب دزدی ها شده، از همون خانه بعضی اشیاء خانه را میدزدن. برای همین خلاص دزدی بسیار یک عملی زشتی هست که حتی حکمش با آیت و با حدیث ما و شما درک کردیم. دیگر سوال، در محبس خیر کنی جایز است یا نه؟ گفتن که اگر در زندان ها خیر کنیم اجازت است، البته اجازت است. خیر برای مثال صدقه را ما گفتیم همین زکات نباشه، صدقه فطر نباشه، دیگر هر صدقه که داریم خواه مسلمانای خواه غیر مسلمانای بتینش پیش خداوند ثواب میگیریم. برای همین در محبس هم برادرای عزیز همون هم برادرای ما و شما خیلی بعضی خطا کردن، کمبود کردن، مثال همون جزاشون باید بگیرن، ولی انشاءالله خدا امیده که بسیارش میبرایم با ببین چقدر در اونا بیهودی ها هم هست. برای همین ماها در همون محبس ها هم که اگر برده خیر هم که کنیم انشاءالله ثواب میگیریم. استاد جان میگفتید که امام ابو حنیفه وظیفه سودیه یا قاضیگی را قبول نکرد، یگان مانعی شریعتی دارد. یعنی حضرت امام ابو حنیفه را وقتی خلیفه منصور گفتش که تو باید که قاضی من باشی. قاضی به معنای بگیم که یعنی امروز همون سودیه را میگن، حکم صادر میکنه، یعنی یک آدم حکم میکنه یا حکم عادلانه ظالمانه ای جانب همین ها میشود. حضرت امام ابو حنیفه گفت که من راستی گفت انا لیاقتی همین را ندارم، یعنی من سزاوار همین قاضیگی نیست، من علمم به اینم نمیرسه. خلیفه منصور گفت که تو دروغ میگوی. انا گفت با بهترین گپ شما زدین، با زمانی که من دروغگو باشم آیا من سزاوار قاضیگی را دارم؟ یعنی آدم قاضی سودیه باید دروغگو نباشه، باید دروغ نگه و حکمش باید عادلانه باشه، زیرا که در حق یک آدم ظلم کردن یا حق یک آدم پایمال کردن برادرای عزیز این بسیار گناهی وزنینه. سه گناهی هست که بسیار گناهی وزنینه، یکش همینه. برای همین حضرت امام ابو حنیفه گفت من قبول ندارم. حتی میدونی که ابو حنیفه برادرای عزیز وقتی خلیفه منصور قلم دادش گفت بگی همین را گفت تیز کن، مقصد ای دستی مبارک یک قلم تیز کن در پیشک من همچون تبرکن باشد. گرفت قلم میگه تیز کرد،
در دست پادشاه داد، یعنی خلیفه داد. بعد از آن گفت همون را میخوام یه بار دیگه دستم دبته، گرفت داد، گرفت قلم شکست. گفت چیکار کردی؟ گفت شما را حکمتان واجب بود، شما امر کردین، من قلم تازه کردم دادم، لیکن الحال شکستمش به خاطر که مبادا یک با همین قلم من تیز کردگی یگان قانون نادرست یا یگان حکم ناعادلانه را ننویسی که من در گناه تو شریک باشم. زیرا خدا در قرآن گفته است که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا دیگر تا در گناه یاردم نکنین، یکی در گناه تو منم یاردم چی نشوم. گفته گرفت شکسته. اکو او کار ابو حنیفه به خود ابو حنیفه برادر عزیز، او قاضیگی را وی قبول نکرد به خاطری که از آخرتش ترسید، به خاطری که در حق یگان آدم ضامن نشم، به خاطری که فردا مقصد گریبانی مرا نگیرد و بگد تو در دنیا چیکار کردید، چرا مثال در عمر ما در حیات ما اینقدر ظلم کردی، چرا حیات ما را تباه کردی؟ آیا برای تو زن و فرزندان شیرین بود؟ برای من زن و فرزندان شیرین نبود. چرا مرا از گردی اونها، از پیش اونها دور بردی؟ چرا؟ حضرت امام ابو حنیفه ای را اندیشه کردن برادر عزیز. برای همین وای گویم که اینجا در یگان در شریعت یگان خیانت و یگان زلال نآوردن، برعکس شریعت همین را جانب داره، همین را جانب داره که احتیاط کنید در همین مسئله. زیرا برای یک انسان مقصد با این حالت بردن، میدونید که پیامبر گفت من لم یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی که اگر رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. تو میدونی که در غضب خدا مبتلا میشوی. به این خاطر حضرت از قاضیگی دست کشیدن، حتی بین که او را به قتل رسانید، زهرش دادن، ولی قبول نکردن. حتی تقوای حضرت ببینین، تقواش، دینداریش. ولی بعضی آدما میشینن باور کنین حیران میشه، حیران میشه در همین امروزه که بگیم ده نفرای امروزه که میشینن. بعد چی میگه؟ همین ابو حنیفه میگه در همینجا چی کرده کو، خطا کرده کو. اینا یه حدیث انا ابو حنیفه حدیثای ضعیف داره کو، امام ابو حنیفه برایش کار میکرد کو. یا خیلی گپ میزنه که میگوی ابو حنیفه همسایه شای، یا خیلی گپ میزنه که میگوی ابو حنیفه در همین بازار یگان دکانداره. تماما حرمت، تماما اهمیت، همه علامت ابلهیه، علامت جاهلیه، علامت یعنی است که از حیات پرسعادت یعنی که نخوانده تو نمیدانی در گردی چی گپه. همون چار بگیم پیرهای احمقی که همین حضرت سنگ زدگیان گپی انواره که گوش کردگی دیگر فکر میکنی که تمام دین در دست همونا های. چی میدانی که همه این شیخا را جمع کرد خاک پای ابو حنیفه نمیشه، خاک پاش. ولی بخوانی یک بار عمر ای را، حیاتی را بخوان، بعد میفهمی که تقوا چی بوده، علم چی بوده، حیات چی بوده. برای همین است که من بسیاری وقت چرا شما را ایقا میگم پیروی از مذهب ابو حنیفه کن. شما بینید تقوای حضرت بین که میگه یک همسایه داشته است بسیار ظالم بوده و بسیار منشأ و همون درآمدش ایرای حرام بوده است. یک بار نگاه کرد میگه که همون دسترخوان خانه همین را میگه خدمتگاراش بردن در همون دریایی که از جا مردم ماهی میقبه در اونجا تکیدن. میگه تا زمان ابو حنیفه حیات بود دیگه ماهی نمیخورد. میگو نخر ماهی را که نان یعنی آدمی ظالم خوردگی، ماهی خوردن بس کرد. تو میتونی همین آدمی که زبان دراز برای ابو حنیفه
همین کار کده میتونی. تو گشتمانی خدا دانا اکی کری ماهی چیه اولی؟ یک گوسفند میگه یک گوسفند در شهر کوفه میگه گم شید نامعلوم که او را دزد دیدن نامعلوم را یگان گرگ خوردش میگه پرسید که همین گوسفند چند سال عمر داره شاید گفتن 7 ساله یا 10 ساله همو قسال میگه گوشت گوسفند نخور یکی مبادای همو گوشت نباشه اینها را برادرای از احتیاط میگن اینها را تقوا میگن که اون مردکا به این منزله و به این مقام رسیدن ولی تو آدم نادانی بفهم که نمیفهمی یگان بگیم اکما او را عالم هم نمیگم او کسایی که ابو حنیفه را سنگ زدن و اعراض میگیرن اونها دشمنای دینن زیرا ابو حنیفه را دوست داشتن سنت های ابو حنیفه در دین سهم داره خدمت کردگی های برای همین فریب هر یک گروه ها و فریب هر یک ابله ها را نخوریم شما کردار ای را ببینین عمل ای را ببینین قاضی ابو یوسف که یکی از شاگرداش بود میگه یک شب خانه ما مهمان شید ابو حنیفه یک شب مهمان شید میگه بعدا میگه گفت که امشب همینجا میمونم میگه بعد نماز اشاره خواندن یعنی بعد نماز خفتن خواندن قاضی ابو یوسف میگه که یکی به زبانش یک آیتی را خواند وامتاز الیوم ایها المجرمون وامتاز الیوم ایها المجرمون ای آیت ای سوره مبارکه یاسین یعنی روز قیامت خداوند گناهکارها را از آدمای ثوابکار جدا میکنه ابو حنیفه میگه در ذهنش همین گذشت که آیا من در کدام گروهش باشم قاضی ابو یوسف میگه وقتی دیدم که آیت تکرار شده سای از پیش حضرت رفتم میگه با والله قسم میگه برای نماز بامداد پیشش آمدم همون جای نشستگیش ده و همین آیت تکرار میکرد و از دیده هاش آب میریخت که آیا روز قیامت از کدام گروه باشم برادری عزیز و همون کسی که باور کرد ابو حنیفه را در نسبتش نگاه بد داری ترازی 100 دنگل بزنن 100 رد بزنن آوای چشم نمیغلطه این مردک با یک آیت قرآن که حالم چی میشه تا روز گریه میکرد تو دهنت پری خنده میروی با میروی گشته مراجنی میخری و ابو حنیفه را تنقید میکنی صدقه نام ابو حنیفه کنن